کت خدا آقا، الان نزدیک به 1 سال است که از ترکیدن قاصقاص میگذرد. پس کی انتقام سخت میگیری مندی؟ قال انتقام سخت را که گرفتیم، مگر به آبادی دشمنان تیر و کمان نزدیدندی؟ کت خدا آقا انداختیم ولی خورد به طیاره خودی. شل جان، انتقام سخت که فقط به تیر و تیرکشی نیست. بروید مجسمه قاصقاص را درست کنید، این خودش بهترین انتقام سخت از دشمنان می باشندی. کت خدا آقا، این مجسمه ها بیشتر مایه آبروریزی شده اندی. اهالی به ریش قاصقاص و شما میخندندی. این قاصقاصه یا اردک حیات مشقنبر؟ اشکالی ندارد، به بنیاد قاصقاص بودجه اختصاص دهید، این خودش سخت‌ترین انتقام از دشمنان است. کت خدا آقا، این که نشد انتقام. تا همینجا هم صدای اهالی در آمده که در این وضعیت ناکرویی سکه ها رو خرج بنیاد قاصقاص میکنید که معلوم نیست به چه میباشندی. بابا شما هم که خفه کردید ما را. هی انتقام سخت. در این وضعیت من حال ندارم خودم را بخارانم، بعد شما دنبال انتقام سختید. بروید خدا را شکر کنید که کلاه کت خدایی بر سرمان است، همین هم معلوم نیست فردا بر سرمان باشد. انتقام سختت هم که دوغکی در آمدندی. علل حساب منتظر انتقام سخت اهالی باش که میخواهند سیبیلت را همین دود دهندی.